زبربنک است. روز بر روز زیبایی مسجد ما باور میکنید از شادی آبای دیدم میرود که ما خانه خدا ساختیم. خدا خواهد دیسکتیک نساختیم، دیسکبر نساختیم، که کازینو نساختیم، بلکه خانه الله ساختیم. خواهد انشاءالله عینا تاجیکستان خدا خواهد انشاءالله که بسیار ما را دستگیری دارن، پیشرفت دارن. ما از زمین تا آسمان انشاءالله منتدار هستیم و خدا خواهد همه اهل تاجیکستان که برادرایی که در اینجا حصه گذارن، ما خدا خواهد در خدمت شما هستیم. کدام زمانی میشد یک میاین، البته مهمان ما میشین. خدا خواهد این خانه را میبینیم بسیار خرسند بشیم، بسیار شادی میکنیم که ما آخرت من آباد کردیم. از از میراب ما رنگ دادن به نهایت خوشبختگی با شما نشانش میدیم. تیار باشین رفتیم. عیناً بچه های هوشیار زمین خدا خواهد انشاءالله آنچه پول هایی که دادین یک بار خدا خواهد انشاءالله بعد که انتهای مسجد میکنیم یک بار بیاد نه خدا خواهد دو رکعت نماز خونین انشاءالله خدا خواهد این پول ها از یاد برمده میرود. خدا خواهد انشاءالله یا که دوره هایی که شما امروز گفتن تو ممکن من امروز جوانم نماز نمیخوانم، مسجد بچی من لازم چی در کار خیلی امروز نمیخونی، فقط خدا خواهد پیر میشه، عصا دست میگیری انشاءالله خدا خواهد و میایی از کاری کرده خود پشیمون میشه. میگوی که کاش که یک انشاءالله وقتی که ما در اینجا صحبت میبریم که خدا خواهد کسی که خانه آباد کرد خدا خواهد قصرهای پاشانشین است، میگوی افسوس غم میخری ندامت میخری، لیکن وقت میگذره. خداوند جنت و هر خواب عملی که به آن نزدیک میگذره به ما بیده. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای جهانداری جان آفرین، حکیم سخن اندر زبان آفرین. اما بعد سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام. اولا حمد و ثنا مر خدا را، بعد از آن درود بی عدد مر محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم را. الحمدلله ما شما عزیزان من حضور داریم در این خانه خدا، مسجد تاج محل. خدا خواهد یک لحظه بعد بعضی زیباهای این مسجد برای شما خدا خواهد انشاءالله یعنی نشان میتید. یعنی بلاگری ما خدا خواهد انشاءالله الحمدلله چند روز است صحبت نکردیم. مقصدی صحبت نکردن ما کارت‌های ما محکم شده است. من امروز خدا خواهد دو برادری اهل اسلام خدا خواهد، یکی رستم جان یکی پرویز جان انشاءالله خدا خواهد کارتشون برای ما انشاءالله تقدیم کردن. انشاءالله خدا خواهد امروز صحنه 26 ایون است. الحمدلله ما و شما حضور داریم در انشاءالله بیگاه پرفیض و پربرکات عزیزان من. انشاءالله خدا خواهد البته خیری احسانی که شما کرسادین من تا این درجه آوردیم. انشاءالله خدا خواهد اندک انشاءالله خدا خواهد یک ماه دو ماه دیگر وقت مون انشاءالله عزیزان من. عیناً بچه های هوشیار زمین خدا خواهد انشاءالله آنچه پول هایی که دادین یک بار خدا خواهد انشاءالله بعد که انتهای مسجد میکنیم یک بار بیاد نه خدا خواهد دو رکعت نماز خونین انشاءالله خدا خواهد این پول ها از یاد برمده میرود. خدا خواهد انشاءالله یا که دوره هایی که شما امروز گفتن تو ممکن من امروز جوانم نماز نمیخوانم، مسجد بچی من لازم چی در کار خیلی امروز نمیخونی، فقط خدا خواهد پیر میشه، عصا دست میگیری انشاءالله خدا خواهد و میایی از کاری کرده خود پشیمون میشه. میگوی که کاش که یک انشاءالله وقتی که ما در اینجا صحبت میبریم که خدا خواهد کسی که خانه آباد کرد خدا خواهد قصرهای پاشانشین است، میگوی افسوس غم میخری ندامت میخری، لیکن وقت میگذرد انشاءالله خدا خواهد. چون که ما بنده خدا امت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هستیم. انشاءالله امروز نکنیم سحر میکنیم. ما مسلمانی همیشه تن میگیریم چون که انشاءالله خدا خواهد مسلمان زادیم، مسلمان باید که از دنیا بریم انشاءالله. عیناً شیر بچه های شیاری خدا خواهد عقیب کشی نکنیم انشاءالله، حرکت با پیش کنیم چون که این خانه خانه خداست. این
زیب این خانه برای زیب وطنی خداخواد هوشیاری است که باور میکنن همین مسجد تمام دنیا هوشیاری خداخواد انشاءالله معرفی کرد، شناخت کرد. این قشلاق تمام روی دنیا شناخت. از دیگر خداخواد مملکت اروپا به من زنگ میزنن، میگن همینجا خداخواد مسلمان ها زندگی میکنن، ما بسیار مسرور هستیم از صحبت های شما عزیزانی من. نه بلکه یک شما تمام دنیا امروز در شادی و در خرسندی برای آبادی مسجد حصه گذار هستن. انشاءالله شما هم خداخواد انشاءالله یک سوم، چون که یک سومی شما باور میکنه اگر 1000 روبلی هم در یک خداخواد انشاءالله ما مونده پرتین این پولی کلون برای ما شما نک شما نه هیچی نیست خداخواد نکی برای ما سومه کلون تشکیل میکنن. من تا هنوز اومدیم گفتی بزرگا که شطور اندک موندگی نه خو رفته میگن اگه بیان عزیزان من خون نریم یک تنشیم یک جان شیم، چون که یاردم شما و خدمت مونده خداخواد با جرأت پیدا میکنه. و استادای عزیز خداخواد شب و روز حتی لازم شد ساعت 11 12 شب پروژکتور کتیم، چون که روز گرم است استادای عزیز کار دارن خداخواد. اینم همش یاردم الله و یاردم خداخواد شما است. همیشه عزیزان خوشبخت باشین. خداوند در عمرات و رزقات و تمامی دنیاتون خداخواد ان شاء الله برکتی است. خداخواد این 8 جنت است، 8 رکن، 8 جنت کسی کدام رکن شو آباد کند همون یک جنت خداخواد ان شاء الله دارالنعیم است، جنت الفردوس است ان شاء الله. همون جنت البته الله سبحانه برای وی یک قصر ان شاء الله خداخواد بنا میکند، قصرهای پادشاهیشین که یکیش اصلا یا این دروغ نیست. والله که من با قسم یاد میکنم در خانه خدا شدم ان شاء الله خدا خواهد البته این مکافات در این دنیا و در آخرت هم ان شاء الله بعد خرسند میشه، سربلند میشه. عزیزانی من همه تاجیکای خدا خواهد ان شاء الله عیناً دوشنبه تاجیکستان خدا خواهد ان شاء الله که بسیار ما را دستگیری دارن، پیشرفت دارن، ما از زمین تا آسمان ان شاء الله منتدار هستیم و خدا خواهد همه ان شاء الله خود اهل تاجیکستان که برادرایی که در اینجا حصه گذارن ما خدا خواهد در خدمت شما هستیم. کدام زمانی میشد یک میاین البته مهمان ما میشین خدا خواهد این خانه را میبینیم بسیار خرسند بشیم، بسیار شادی میکنیم که ما آخرت من آباد کردیم. از من همیشه ما شب و روز در دعا هستیم، 5 وقت نماز ان شاء الله خدا با که تمامی اهل هوشیار زمین از همین مسافر عزیز منتدار هستن و شب و روز در نمازهای 5 وقت هم دعا میکنن که الله همین مسافر که خدا عمرشون دولتاشون خدا خود ان شاء الله زیاده بکند. همیشه شادی خرسندی است. ما امروز 2 کارت با خدا خود گذاشته سادیم عزیزانی من. این کارت ها را خدا خواهد من نام راش خدا خواهد صفراش میخوانم و خدا خواهد ان شاء الله به این کارت ها با حصه گذاری ان شاء الله ادامتیم نور خدا خواهد علا نور میشد خدا خواهد ان شاء الله. یعنی رستم علی عالی مفبوتگی برادر خدا خواهد کارتش ان شاء الله خدا خواهد زبر بانک است. خب 22 02 20 62 25 45 09 51 زبربانک رستم علی عالیموف. دیم کارت ما خدا خواهد انشاءالله فو الفا بانک من برادر حضور دارن در نزد ما انشاءالله سعید خواجه پرویز جان. اینم 22 00 15 45 33 85 83 78 میتونه خدا خواهد به همین کارت ها یعنی خدا خواهد حصه گذاری کنین. عزیزانی من انشاءالله من حاضر لحظه های مسجد با زیباگیش خدا خواهد بلاگرمو برای شما در این اطراف این نوار جا میکنن، چون که روز بر روز ما فرمده سادیم، روز بر روز زیباگی مسجد ما باور میکنن از شادی آبای دیدم میرود که ما خانه خدا ساختیم، خدا خواهد دیسکتیک نساختیم، انشاءالله خدا خواهد یگان دیسکبر نساختیم، بلکه کازینو نساختیم، بلکه خانه الله ساختیم. این اجرش وعده خدا است، مکافاتش این دنیا هم و در آخرت سزاواری ما شما میشد. همیشه صحت باشین، سلامت باشین. تا صحبت های دیگر خدا حافظ میکنیم عزیزانی من، چون که باز میگم اندگمون خدا خواهد انشاءالله جنت از دست نتیم، اندگمون رضای خدا را ای دست نتیم انشاءالله. همیشه سربلند باشین، صحت باشین و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد و بارک و سلم علیه.